سلام رفقا، چطورید؟ من اسمم تیرچم هستم. به یه ویدیو جدید خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم چند تا عکس رو ببینیم و ببینم که میتونیم فکر خوبی راجع به اون عکس بکنیم. آیا چشممون دروغ میگه یا نه؟ چند تا عکس خطای دیده. همه ممکنه خطا کنن. بعضی وقت کنار هم دیگه آدم احساس میکنه که واقعا همونه، ولی نه، اون چشماتونه. خطای دید چشماتونه. بدون هیچ معطلی میریم سراغ این عکسای. چه عکساییه؟ بریم پس سراغ این عکسا. یادتون نره که وسط های ویدیو دکمه لایک رو بزنید، کامنت انگلیسی هم بذارید و اینکه اگه چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن و اون زنگوله کنارش هم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. برو بریم. آقا چشمای من کاملا دروغ نمیگه. چشمای من تیزترین چشمان جهانه، مثل چشم عقاب. باور نمیکنین؟ پس بریم. شمه دیگه، ولی خیلی شبیهشه. خیلی یعنی طراح، من دوست دارم اون طراحشو ببینم. نه این دیگه واقعا دیگه نه شبیهش نیست. شبیهشه؟ اگه شبیهشه تو کامنت بنویس. بابا بیخیال، نکن این کارو با ما، نکن این کارو. این چیه؟ خودت اینجوری درست کردی دیگه. پاستاه؟ شبیه ماکارونی میمونه. ماکارونی وای، اصلا خودش سمی کردی ما رو. هیچی نیست بچه ها، صندلیه و هیچ تصویر عجیبی توی اینجا نیفتاده. کاملا همه چی طبیعیه. گاهی وقتا سایه ها بیانگر خیلی چیزا هستن. مراقب سایه های خود باشید. وقت اومده یه خورده استراحت کنه، پاهاشو بذار رو پاش، دید که وا یه سایه خیلی خفن چیه ولی بابا بیخیال اینا غارشن بابا. اینا خیلی، شما همچین فکرایی میکنید، فکر خیلی بد میکنید، مغز مریضی دارید. من مغز مریضی ندارم. من نمیخوام شما رو به راه اشتباهی ببرم. آقا این چیه؟ یکی بهم بگه این چیه؟ این چه میوه‌ایه؟ اصلا میوه نیست، سبزی. چیه؟ سبزیجاتیه. شبیه چغندری این دوستان. سیب زمینیه. آقا سیب زمینی یا سیب زمینی؟ یه سری میگن سیب زمینی، یه سری میگن سیب زمینی. سیب زمینی یا زمینی؟ فعلا علما به اختلاف رسیدن، نمیتونیم تشخیص بدیم که سیب زمینیه یا سیب زمینی. یه لحظه فکر کردم شما مارا، ولی نه، سایه است. ترسیدم، واقعا ترسیدم. وای ترسیدم. یعنی خوب منظور رسونده. بالز نو بالز. اینجوری قشنگ مشخص کرد که مردونه و زنونه جداست. بریم بعدی. نه دیگه، این واقعا دیگه غاره. بچه ها اگر به چیز بدی فکر کردین واقعا مغزتون مریضه. من اینجا مشاوره دکتر شماره‌شو میذارم، دکتر مشاوره زنگ میزنید حتما. امیدوارم که زودتر خوب بشید. تنظیماتی، چه تنظیماتی؟ نه دیگه قشنگ دیگه داستان لک ها دیگه تمومه. که لک ها رو بچه ها میارن دیگه تمومه. اینجا دیگه وقتی به بچه بازی کنه تمام ذهنیاتش خراب میشه. اینو ببین. چیزی نیست، اون سرسره است. دوتا مجسمن از این زاویه نشون میده که معلومه، و این زاویه مشخص میشه که این بچه کوچوله که دستش داره اونجا یه چی نشون میده. واقعا یعنی چی بگم، خطای دیدید. اون بنده خدا اون مجسمه سازه تقصیر نداشت.
میکروفون چیزی نیست. چه گوجه هایی واقعا. یعنی به عنوان کشاورز نمونه و از شما قدردانی کرد. چه عکسی شده این. خبرنگار رفته پایین و اینکه اون نمیدونم کی خواست سخنرانی کنه پایه نداشته میکروفون نگه داره. این دهن صحبت حالا یه جاش چشاش بسته میشه و اینم پایینه واقعا دیگه هر عکسی رو بخوای منطقی حساب کنی نمیشه فکر مریض رو به کار بندازی. این عکس واقعا مریضانه است. واقعا مریضه این عکس. واقعا مریضه. مبلاتون کنار هم دیگه نذارید. از الان دارم میگم واسه اید مبلات رو کنار هم دیگه نذارید، مخصوصا مبلایی که اینجوری باشه. اینجوری من که دارم خوب فکر میکنم. امیدوارم که چیز بدی نباشه. بابا بغل اون تابلوه وای نسا. 1 ساعت رایگان فلش زدی بدن. بنده خدا حواسش نیستش تو گوشیشه و اون گوشی وایستاده. حالا منتظر کسیه ولی مردم رد بشن چی میگن؟ یکم رد شده عکس گرفته دیگه. این عجیب مجسمه است جای بطری که بطری بذاری و واسه کارهای دیگه هم به درد میخوره که یه پسر فقط درک میکنه. پسرها وقتی خودکفا میشن دیگه بریم بعدی. یعنی ریدم تو اون طراحی کارت عروسی. ریدم حالا دستا رو نمیتونی بیاری بالاتری خورده. چیه؟ خرگوشه دیگه. بالاخره دوست داره هویج بخوره ولی از اون زاویه سعی نکنید خرگوشه رو ببینید. سعی کنید از زاویه جلو فقط خرگوشه رو ببینید. چیزی نیست بچه‌ها. خودتون کنترل کنید. موسه چیزی نیست بچه‌ها. این فقط یه خورده نور و سایه کاری شده. کتابیه که باز شده. حالا کتاب که نگیم بهتر. یه دفتریه که باز شده. واقعا ریلکس it's just egg shells. چغندره. قارچه. آره قارچ دی بالاخره دیگه. قارچ کنار هم دیگه در اومده. من از اول قارچ دیدمش، چیز دیگه ندیدمش. دو نفر کنار همدیگه، پا رو پای همدیگه نه، پاهاشون رو پای همدیگه، پاهاشون رو پای خودشون گذاشتن و اینجوری وایسادن و اون وسط. سعی کنید اگر نشستید اینجوری نشینید و اینکه یه خورده قرینی هم نباشید. باد میزده، دوتا گوشه پرده رو با هم دیگه بستن. باد زد دیگه بدتر شد. ای کاش باد میزد و این پرده ها اینجوری بسته نبودن. کلاس رفت رو هوا. چه تصویر قشنگی ببین. کارش ندارم ولی فکر کنم این ساختگیه دیگه. 100% ساختگیه. میشه با فتوشاپ این حرکت ها رو زد ولی اتفاقی شاید هم اتفاقی باشه. خیلی تصویر زن. هر لوحی که بهتون میدن نباید بوسه بزنید. هر جامی که بهتون میدن نباید بوسه بزنید. چه زاویه‌ای بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. چیزی نیست این گوشه دست این خانومی که داره عکس میگیره است. اینجام که زیر بغلشونه و این دختر که این پشت و حالت وایساده چیز خاصی نیست. فکر بدی نکنید. با دیدن اول این عکس فکر کردم دستش تو شلوار مرده است ولی نه، فهمیدم خود مرده دستش تو شلوارشه. خیلی ذهن مریضی دارم. آقا همینجا ویدیو رو تمامش میکنم. همینجا ویدیو رو تمامش میکنم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره که اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، بفشارید. حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که بازیتون نریزه. آقا نمیدونم چه یوتیوب با ما ایرانی‌ها لج داره. یه کامنت انگلیسی هم بذارید کنار کامنت فارسیتون
و اینکه چنلم سابسکرایب کنه، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم که وسط پیغامش بیاد. دوستتون دارم زیاد. بوس به همتون از صمیم قلب، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، پیس.